شبکه که نماز خوندن پیشونی محکم کردن نه باید که یعنی همینند رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که امرت ان اسجد علی سبعه اعظم، یعنی من با عمل کرده شد که 7 استخوان، یعنی 7 اعضای بدنم که سجده کنم. این چیه؟ 2 قدم، 2 زانو، 2 دست، سون پیشانی و بینی. 7 همه پیشانی باید که کشوده باشد. همینند فهمیدید؟ همینند وقتی که صحابه ها رسول صلی الله علیه و سلم پرسیدن که یعنی گفتن که یعنی هوا گرم میشه، همینند یعنی پیشانی ما به صله بالای صله به صله یعنی پیشانی به مونده سجده کنیم میشد، میگفته این در رسول صلی الله علیه و سلم اجازه نداد. فهمیدید؟ هم باید که پیشانی کشوده باشد. الا اگر آدم بالای یخ به یا یک بالایی که مثلا شیشه ها اینجا سجده کردن باشد، اینده هیچ گم نکنه پیشانی چی میکند به همین شبکشو یک توقیشو سالش محکم کرده خوند میشد. و الا اصل باید که پیشانی وقتی سجده کشوده باشد.